الرحمن الرحیم. خب امروز رسیدیم به قسمت دوم از داستان سمیه بنت خبات، بانوی بزرگوار و صحابی بزرگوار و اولین زن شهید در اسلام، و اشاره کردیم که چگونه ابوجهل ایشون رو به شهادت رسوند و چگونه همسر ایشون یاسر به شهادت رسید و پیامبر خداوند به اینها وعده صبر و پاداش و بهشت در بهشت داد، و اینها که چگونه سمیه هفتمین شخصی است که مسلمان میشه. دقت میکنید جز اولین گروه مسلمانان صدر اسلام هست. ایشون اولین گروه مسلمانان صدر اسلام، جزو سابقین اولین، و از که با صداقت و ایمان کامل تونست اونجا ایمان خودش رو حفظ بکنه، و چون اینها غریب بود و چون در واقع تنها بودن و کنیز آزاد شده بود مال ابو حذیفه، این اتفاقا بلاها سرش پیش اومد و خب ایشون اسلام خودش رو حفظ کرد، رنج ها رو کشید، اما ابوجهل این فرعون امت ایشون رو به شهادت رسوند و نقل شده که ابوجهل بهش میگفت که تو ایمانت رو رها بکن، میگفت من ایمانم رو رها نمیکنم، و ابوجهل تحریک میکرد ایمان بیار به لات و منات و عزا و به بت‌ها و فلان، در حالی که اونو تشنه گذاشته بودن، زیر شکنجه داشتن، اون قبول نمیکرد و باید میگه ها تو حتما ایمان آوردی به خاطر زیبایی محمد. ببینید اینا از نظر روانی چیکار میکنن این شکنجهگران، این ستمگران در اون زندان ها، در اون شکنجهگاه ها برای افراد متهم میکنن. میگه که اون در جواب میگفت نه اینجوری نیست، من ایمان آوردم به پیامبری اون، ایمان آوردم به صداقت اون بیشتر عصبانی میشه تا اینکه آخر نیزه‌ای رو فرو کرد بر سینه سمیه و شهیدش کرد. برخی میگن که سمیه آب دهان خودش رو وقتی که اون توهین میکرد به سمیه بر صورت ابوجهل انداخت و بالاخره سمیه اینجا به شهادت رسید، در حالی که خدا و رسول از ایشون راضی بودن. مجاهد رحمه الله نقل میکنه، میگه اولین زن شهیدی است که در اسلام برای ما داریم که عمار سمیه هست که ابوجهل با نیزه‌ای در قلبش اون رو به شهادت رسوند. در واقع شهادت سمیه بنت خبات رضی الله عنها در سال 7 هجرت که موافق با سال 615 میلادی باشه اتفاق افتاد، و همینجوری هم ابن جوزی رحمه الله میگه ایشون اولین زن شهید در جهان اسلام هست. اما خب پسر ایشون که خب برای ما همه معروفه و شناخته شده هست، عمار هست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عمار رو خطاب میکرد ابن سمیه. ببینید به خاطر مقام و منزلت سمیه ابن سمیه، نمیگو عمار ابن یاسر، و ابن سمیه، پسر سمیه، و همه میدونستن که پیامبر چه هدفی داره، میخواد به منزلت و مقام مادر ایشون و صداقتی که در این وجود داشت اشاره بکنه. و حتی ابن مسعود نقل میکنه که میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نقل کرده، حالا در سیر اعلام نبلا اومده، میگه که پیامبر اشاره کرد زختلف الناس کان ابن سمیه مع الحق، هر زمانی که مردم دچار اختلاف شدن بدونید که ابن سمیه با حق هست. حالا در مورد این حدیث ممکنه بعضی مثلا نکنوکی بیارن، اما داریم این روایتی که پیامبر میگه یا عمارو تقتل که فعتل باقیه، تو رو فعل باقیه میکشن، که در جنگ صفین بعد از شهادت عمار دیگه مسلمانان متوجه شدن که بله این سپاه امیر معاویه بودی که بغی کرده، سرکشی کرده، نافرمانی کرده در برابر سپاه علی رضی الله عنه. نگاه کنید این اتفاق در بین مسلمانان میفته، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر بین دو گروه مسلمان جنگ رخ بده، پس مسلمان میتونه مسلمان باشه، میتونه بهشتی باشه، ایمان آورده باشه، صادق باشه، اما بینش جنگ بشه. این اتفاق میفته، طبیعی حال انسان هاست، ما نمیتونیم فرازمینی تصور بکنیم. خدا سود میگه در قرآن میگه و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، شما سعی کنید بین برادران مسلمانتون صلح رو بیارید. حالا فان بغت احداهما علی الاخرى، حالا اومد یه گروه بر گروه دیگه بغی کرد، سرکشی کرد، شما فقاتل التی حتی تبغی الی تفیء الی امر الله، شما حمایت کنید اون گروهی که بالاخره سرکشی نکرده از صلح، حمایتش کنید تا اون گروهی که سرکشی کرده به صلح بیاد. هر دو اینجا دیگه خدا نمیگه جهنمیان، بقیه سرکشی اتفاق و نافرمانی پیش میاد. در همینم یا عمار و تقتل که فعتل باقی اشاره به همینه. سپاه علی رضی الله عنه و سپاه امیر معاویه رضی الله عنه هر دو سپاه مسلمانانن، اما حق با علی هست، چرا که علی خلیفه منتخب مسلمانان هست. انما شورا للمهاجرین و انصار، شورا علی میگه مال مهاجرین انصاره. فان اجتمعوا علی رجل سموه اماما ذلک لله رضا، اگه که جمع شدن کسی رو به عنوان امام خودشون تعیین کردن، این رضایت الله است. اولش هم میگی که انه بایعنی قوم بایعوا ابابکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه، با من بیعت کردن قومی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن بر همین که با اون بیعت کردن. نحوه بیعت خودش رو در اینجا به امیر معاویه میگه. این نامه‌ای که
علی رضی الله عنه برای امیر معاویه میفرسته. خب با شهادت عمار دیگه اینجا این فتنه مشخص شد که حق با علی رضی الله عنه. حالا من نمیخوام اینجا زیاد وارد این مباحث بشم، داشتم اشاره میکردم به این روایت که اگر این روایت اولی سمیه بگیم با حق برخی از محدثین، شاید من وارد نیستم توی موارد تخصص حدیثی، هم فرصتم ندارم نگاه بکنم ببینم نظر چگونه هست دیگه، چون حجم کار سنگین، سعی میکنیم در حد توان خودمون این موارد خدمتتون ارائه بدیم. اما در مورد یا عمار تختال که فتح الباقی گفتیم که این حدیث صحیح هست و حتی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله احمد نقل کرده که میگه که در مورد این میگه که ما خیر ابن سمیه بین امرین الا اختار ایسرهما. طبیعت پسر سمیه اینه که بین دو کار که قرار میگیره آسان ترینشو انتخاب میکنه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هم گاهی اینجوری هست در صفت ایشون گفته میشه. و خب این موردی بودی که گفتیم در زمانی که پیامبر داشت مسجد نبی رو میساختن و عمار هم میساخت، اون مسئله رو اینجا نقل کردن. و جالب اینجاست که وقتی در جنگ بدر ابو جهل کشته شد، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رو به عمار کرد که قتل الله قاتل امک. پیامبر خدا اون کسی که مادرت کشته بود امروز کشت و انتقام رو گرفت. و خب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای این خانواده دعای خیر کرده بود و حتی اشاره میکنه صبرن ابل یقظان، کنیت عمار هست، صبر بکنید. اللهم لا تعذب احد من آل یاسر بالنار، خدایا هیچ کدوم رو از خانواده یاسر به آتش جهنم نسوزون. و بشارتی هم که خداوند به بهشت داده در مورد اینها، ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم. خداوند اون کسانی از مؤمنان رو که جان و مالشون خریده در ازاش بهشون بهشت داده. چرا که یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، اینها در راه خدا جهاد میکنن، پیکار میکنن، یا کشته میشن یا بالاخره میکشن و این وعده است که الله بر اونها داده. و حقا فی التورات و الانجیل و القرآن، و این در کتاب تورات اومده، در انجیل اومده، در قرآن اومده. و من اوفا بعهد الله من الله، و هر کسی که وفا کنه به عهد خدا، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. خدا میگه پس بشارت بدید به اون معامله‌ای که شما انجام دادید و این فوز بزرگیه. خب طبیعتا سمیه بنت خبات در تلیعه این رحمت و این آیات الهی قرار میگیره و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هم وقتی که اونها رو در اون شرایط میدید میگه صبرن آل یاسر، صبر بکنید، فان موعدکم الجنه، موعد شما، جایگاه شما در بهشته. و مشابه این را هم به گونه‌های دیگه نقل کردن از الفاظی که عثمان ابن عفان رضی الله عنه نقل کرد در روایت که اصبروا آل یاسر، صبر بکنید، موعدکم الجنه، موعد شما در بهشت هست. و با روایات گوناگونی که در این مورد اومده و خب بالاخره اینها رنج ها و شکنجه هایی رو که به خاطر دین خدا کشیدن و چشیدن. و سمیه به عنوان اولین زن شهید در اسلام، اولین کسانی که واقعا در کاروان اولیه اسلام بودن، به پیامبر ایمان آوردن و صادقانه در این مسیر حرکت کردن. و این نکاتی بود که ما میتونیم بهش اهمیت بدیم. اما من قبل از اینکه بخوام قسمت رو تموم کنم یه نکته رو یادآوری بکنم. اون چیزی که پروردگار از ما میخواد صداقت و پاکی و ایمان هست. در خانواده یاسر که عمار باشه، یاسر باشه که پدر باشه، و سمیه که مادر باشه و عمار، سه فرد وجود دارن: پدر یاسر، مادر سمیه و پسر عمار. هر سه اینها ایمان آوردن، هر سه اینها زیر شکنجه قرار گرفتن. پدر و مادر مقاومت کردن زیر شکنجه، تسلیم نشدن و به شهادت رسیدن، به بهشت رفتن. پسر هم عمار مقاومت کرد اما دیگه نتونه زیر اون شکنجه ها دوام بیاره و به ظاهر کوتاه اومد و تسلیم شد و به اون چیزی که اونها میخواستن اعتراف کرد. اما وقتی پیش پیامبر اومد، خدا اشاره کرد که وقتی گفت من این چنین اتفاقی افتاده، آیا من مرتد شدم، از دین برگشتم، خیانت کردم؟ خدا میگه نه، در حالت اجبار اتفاق افتاده. انسان ها حالات زندگیشون متفاوته و میبینیم که خود عمار یاسر گزینه است برای شناخت حقیقت، علی‌رغم اینکه ایشون نتونست مثل پدر مادرش مقاومت بکنه و تسلیم شد، اما قلبش مطمئن بی ایمان بود. پس انسان ها در تاریخ بشریت، در زندگی ما، به گونه‌های متفاوتن، رتبه‌ها و درجات متفاوت دارن. یک شخص ممکنه در برخی از موارد مثلا مواردی براش پیش بیاد
که اون نقاط ضعف حساب بشه، اما چون قلبش مطمئن به ایمان بوده، این شخص در واقع نقاط ضعفش نیست. ما باید مواظب باشیم. درجات بین انسان ها متفاوته، توان ها متفاوته و زندگی و سیرت اصحاب پیامبر رو که ما میخونیم، این خودش برای ما دروازه و نگاهی است برای اینی که ما حقیقت انسانی رو بفهمیم. انسان هایی که در بوته و میدان دین قرار گرفتن و در این مسیر حرکت کردن و صادقانه در حد توان خودشون، بحث انسانی است که مسیر دین رو پذیرفته. پس ما هم باید با این حقایق بهتر آگاه بشیم و از خیالات و اوهام و فکرهای ماورایی و دنبال اتفاقات خاص نگردیم. بفهمیم یک زندگی واقعی، یک دین واقعی برای انسان واقعی. خب در پناه خدا باشید تا روز دیگه و برنامه دیگه و درسی دیگر از اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. خدا یار و نگهدارتون.